کوته سنگی شهر کابل هستم. حالا در زیر کوته سنگی زیر پلش دیگه البته دوستان عزیز همه تو میریم سلو به طرف پایین طرف سیلو و کارتی ممورین. ادامه ویدیو همراه ما باشه. یک بوتل هم از یک جای پیدا آب میوه جگر همه چیز دوستان عزیز. طرف مواد تعمیراتی دوستان عزیز موترها رو میبینین و میخاطر سال هستن که کنم مشتری برشان پیدا شوه مالشان باز ببرن. سلام و درود مسار شما خوبان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی ما دیگه در کوته سنگی شهر کابل هستم. حالا در زیر کوته سنگی زیر پلش دیگه البته دوستان عزیز همه تو میریم سلو به طرف پایین طرف سیلو و کارتی ممورین. ادامه ویدیو همراه ما باشه. یک بوتل هم از یک جای پیدا کنیم بگیریم دوستان عزیز که خند توش نشدیم. ولی کوته سنگی امروز فرصت نیست، یعنی روز پنجشنبه دی وقت بیربار باید باشه. ساعت ها دیگه تقریبا 11 صبح از دوستان عزیز، ساعت 11 صبح و اینقدر فرصتی یک قسم نرمال نیست. این پل کوته سنگی دوستان بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. میگذیم یالا میکنه آب بگیریم آب بگیریم. سلام علیکم. یک بوتل آب بتیم اره. دو سال هم گرفتیم همونطور سلو بریم پایین. طرف هم دوستان عزیز بازسازی میشه. دو سرک هم کارش هنوز مکمل خلاص نشده، کارش مانده. این طرف دیوان بنگی یا دیوان بیگی، ببخشید بنگی نیستون، دیوان بیگی. الحمدلله آبم دوستان عزیز حال دیگه یخمخ نمیمونن چون زمستان است. خود زمستان دیگه ضرورت به یخی نداره دیگه، آب نرمال میباشه دیگه. این که از بین پیاده رو بریم. آب میوه جگر همه چیز دوستان عزیز موجود است.
یگان تو دوستان عزیز میایم بیشتر که صدای بیادر شونده باشین یک دانه او بته و یخ بته وقتی یک خوردن نیست دوستان عزیز سینه بغلتان میکنه و همچنان تو خوب نیست خلاص هم هوا سرد هم شما چیز سرد بخورید آدم خراب میکنه کوشش کنید از چیزای گرم استفاده کنین پدرم تسبیح ها رو پاک میکرد تسبیح هایش دیدین دیگه که طرف هم سنگ قبر دوستان عزیز میفروشن تقریبا 4-5 دانه داشتم عجیبه چولی کباب برگشت شرمت چولی کباب اشتها دارین چیز دوستان عزیز از چولی کباب تا شورما و همه چیز شورما در سابق دوستان عزیز اونقدر چی نداشت طرفدار نداشت اما در این وقتهای آخر هر کس میبینی که شورما میخورن زیادتر از همه چیز و همچنان پیتزا وگرنه در سابق مردم اونقدر استفاده نمیکرد از این دو غذا جار برای خواه مرکز باق بادم کارده این که از طرف بریم دوستا این کاخ سلطنتی سرینا تصویر رو میبینین و یا تکسی های کابل که رنگ شدن دیگه طرف مواد تعمیراتی دوستان از این موترها رو میبینین و میخاطر است هستن که کنم مشتری برشان پیدا شوه مالشان باز ببرن کاخ سلطنتی سرینا در تصویر بیرنده هستن خب دوستان عزیز امیدوار هستم از ویدیو خوشتان آمده باشه ویدیو لذت برده باشین ویدیو رو لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همایتان پاک و بینیاز میسپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین در پناه الله متعال باشین الله حافظ و مددگار همایتان